نسیم شریفوف نماینده حرکت اپوزیسیونی در تاجیکستان فعلا ممنوع گروه 24 در ترکیه روز 3 دکامبر ساعت 13:00 دقیقه در شهر استانبول بازداشت شده است. گروه 24 در یک بیانیه گفت کارمندان انتظامی ترکیه با لباس شهروندی به محل زیست نسیم شریفوف آمده او را با خود بردند. در حال حاضر سبب بازداشت و به چه گناهکار بودن نسیم شریفوف به ما معلوم نیست. ما تخمین میزنیم که بازداشت با درخواست مقامات تاجیکستان در رابطه به فعالیت سیاسی و شرکتش در حرکت سیاسی گروه 24 صورت گرفته است. گروه 24 از حامیان حقوق خواسته است برای رهایی هرچه زودتر نسیم شریفوف از بازداشت در ترکیه صدا بلند کنند. مقامات تاجیکستان خبر بازداشت این سیاستمدار مخالفش را تا حال شرح ندادند. سیدعلی شریفوف سخنگوی گروه 24 و پایگاه خبری بامداد خبر داد که تازه هفته گذشته دادگاه ترکیه پرونده پناهندگی نسیم شریفوف را بررسی کرده بود و به احتمال غالب او باید بالاخره مقام پناهندگی را در این کشور به دست می آورد. نسیم شریفوف یکی از سابقه‌داران گروه 24 به شمار رفته از سال 2015 در ترکیه به سر میبرد. او از سال 2018 نماینده این حرکت اپوزیسیونی در ترکیه و همچنین یکی از گرداننده های برنامه گروه 24 در رادیو کانال زیلو بود. وقت‌های آخر نسیم شریفوف بیشتر به تجارت مشغول بوده است. این علاقه بازداشت سوم نسیم شریفوف در ترکیه است. دو دفعه اول در سال 2018 و ماه مارس سال 2020 او را همراه با رهبر گروه 24 سوراب ظفر با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر کرده بودند، ولی اون دو دفعه قبلی دادگاه ترکیه درخواست استرداد آنها را به دلیل انگیزه‌های سیاسی پرونده‌هایشان در تاجیکستان رد کرده بود. گروه 24 سال 2012 از جانب صاحبکار عمرعلی قوتوف بعد فرارش از تاجیکستان تشکیل شده است. اساسگذار این حرکت عمرعلی قوتوف ماه مارس سال 2015 در شهر استانبول ترکیه در نتیجه یک سوءقصد مسلحانه کشته شد. بعد این شماره زیادی از اعضا و طرفداران گروه 24 بازداشت و محکوم به زندان شدند و قسم دیگر به کشورهای اروپا پناه آوردند. حالا این سازمان اساساً در اروپا عمل میکند، اما نسیم شریفوف همراه رهبر گروه 24 سوراب ظفر و باز چند عضو دیگر این گروه اپوزیسیونی در ترکیه ماندند.